به جلسه اول فیلم کلاب خوش اومدید. همونجوری که میدونید ما برنامه گذاشتیم که با هم فیلم ببینیم و بعدش راجع به فیلم با هم صحبت بکنیم. اولی که برای برنامه فیلم کلاب انتخاب کردیم فیلم رستگاری در شاوشنک هست که همونطور که گفتم یکی از بهترین فیلم هایی هست که توی چند وقت اخیر ساخته شده. تو تمام لیست ها این فیلم لیست جزو بهترین هاست. اکثر منتقدها و همچنین مردم رأی بسیار بالای به این فیلم دادن، یعنی در سایت های مشهور رأی گیری مثل IMDb میبینیم که این فیلم بالاترین رأی ها رو داره. قبل از اینکه شروع بکنم اینه که امیدوارم که فیلمو دیده باشید. اگه فیلمو ندیده باشید خیلی از چیزایی که خواهم گفت باعث میشه که فیلم براتون اسپویل بشه. برای همین اگه فیلم رو ندیدید و قصد دارید که ببینید ویدیو رو پاس کنید، برید فیلم رو ببینید و ادامه‌شو بدیم، چون که قول نمیدم که چیزی اسپویل نشه. به هر حال می‌خوایم راجع به فیلم صحبت بکنیم. Ladies and gentlemen, you've heard all the evidence. This was revenge. He fired the gun empty and then stopped to reload. You strike me as a remorseless man, Mr. Dufresne. I hereby order you to serve 2 life sentences back to back. I send you here for life. That's exactly what they take. I'm Mr. Norton, the warden. I believe in 2 things: discipline and the Bible. Here you'll receive both. Andy from the start. Talking about Hope. اولین چیزی که در واقع توی فیلم خیلی مهم هست و توی تحلیل فیلم ما بهش دقت میکنیم تم محوری در واقع فیلم هست. چند تا تم محوری داره فیلم، ولی یکی از مهمترین تم هایی که توش داره غیر از در واقع بحث رستگاری که من خیلی دوست دارم راجع بهش صحبت کنم، بحث قدرت و در واقع سیستم قضایی هست که ببینید چجوری در این فیلم در موردش بحث میشه. اندی شخصیت اصلی فیلم بیگناه وارد زندان میشه و بدون اینکه جرم کرده باشه، هرچند که خودش اعلام میکنه که من جرم نکردم، ولی خب تا مدت‌ها طول میکشه که ما متوجه بشیم که در واقع کاملا بیگناهه. و این خودش یکی از چیزهای جالبی هست که نشون میده که سیستم قضایی چقدر میتونه ناصحیح باشه و چقدر در واقع تردیدهای وجود داره در اینکه چه کسی گناهکاره. و وقتی که اندی هم میره توی زندان و از بقیه میپرسه که شما به چه جرمی هستین، میبینید که خیلیشون میگن که همه ما بیگناه هستیم و حتی یکی به طنز میگه که وکیلای من باعث شدن من اینجا بیفتم، یا شب اول زندانیای جدیدی که میان میگن جای من اینجا نیست. این شک و تردید رو همیشه برای ما باقی میذاره که آیا سیستم قضایی یک چیزی هست که ما بتونیم بهش اعتماد بکنیم یا نه. و در ادامه زمانی که اندی مدارک مستدلی رو پیدا میکنه برای اینکه ثابت بکنه که همسرش رو نکشته و قاتل اصلی در واقع مشخص میشه و میره به سمت رئیس زندان که بتونه این مدارک رو ارائه بده، باز هم میبینید که سیستم قضایی تلاش میکنه که در واقع اندی رو صداش رو خاموش بکنه و شاهدها رو از بین ببره برای اینکه نمیخواد این عدالت انجام بشه. و این بحث در واقع عدالت و اینکه چقدر شما میتونید به یک سیستم قضایی اعتماد بکنید و چقدر تصمیمات یک سیستم قضایی درست هست و چقدر ما باید در موردش نظر بدیم،
و بهش فکر بکنیم و از زاویه دید بقیه نگاه بکنیم به مسائل قضایی، یکی از تم‌های بسیار جالبیه که توی در واقع فیلم هست و شما میتونید بهش توجه بکنید. در ضمن همین تم در واقع سیستم قضایی و سیستم زندان که توی فیلم هستن، یکی دیگه از چیزهایی که خیلی توش مهمه اینه که به نقش قدرت و اعمال قدرت در این سیستم قضایی و زندان توجه بکنید و در ادامهش فساد. اگه نگاه بکنید در بسیاری از صحنه‌ها شما میبینید که زندانبانا رفتار بسیار خشنی با زندانیان میکنن، تا جایی که اصلا ما دلمون برای زندانیانی که خیلی هاشون حبس ابد دارن، خیلی هاشون قتل کردن، ولی ما با اونها همراه میشیم برای اینکه میبینیم که رفتار زندانبانا چقدر خشنه با اینها و چقدر تلاش میکنن که اینها رو از هویت انسانی خودشون دور بکنن. شما میبینید که این در واقع زندانبانها به عنوان مجریان قانون و به عنوان مجریان سیستم قضایی کاملا از راه خودشون جدا میشن و تمام کارهایی که میکنن با اعمال زور و با در واقع خرد کردن شخصیت اینها جلو میره و این قضیه و این استفاده نابجا از قدرت در طول فیلم ما میبینیم انقدر جلو میره که آروم آروم ما وارد فساد میشیم، یعنی فسادی که از این قدرت ناشی میشه. رئیس زندان وقتی که متوجه میشه که اندی شخصیت اول فیلم توانایی اینو داره که بتونه براش پولشویی بکنه، از قدرت، از توانایی‌های این آدم شروع میکنه سوء استفاده کردن و تلاش میکنه که یک سیستم مالی رو درست بکنه و از زندانی‌ها به عنوان نیروی کار مجانی استفاده بکنه، شروع میکنه به حق و حساب گرفتن و اندی هم تلاش میکنه که این حسابا رو براش در واقع پولشویی بکنه و تمیز بکنه این پولا و میبینیم که کاملا تبدیل میشه به یک در واقع کارتلی که حتی کسای دیگه که میخوان مناقصه های پروژه های عمرانی رو داشته باشن باید بیان باهاش صحبت بکنن یا بهش رشوه بدن تا اینکه بتونن کار بگیرن، برای اینکه این داره از زندانیان به عنوان نیروی کار در واقع مجانی استفاده میکنه و میتونه که قیمت پایینتری رو بده و این یکی از چیزهایی که خیلی جالبه. می‌بینید که چطور سیستم در واقع قضایی و سیستم زندان وارد در واقع این فساد میشه و به طور مشخص و به طور سیستماتیک شروع میکنه به پولشویی کردن. حالا یه چیز دیگه هم که باز راجع به همین سیستم قضا بگیم که این تم رو در واقع ببندیم، این نزدیکی سیستم قضایی با مذهب. I believe in two things: discipline and the Bible. این خیلی جالبه که اون در واقع لباسی که روی سیستم قضایی و زندان کشیده شده توی فیلم کاملا لباس مذهبی هست. از ابتدایی که اینها وارد زندان میشن بهشون که شما باید انجیل بخونیم و تنها چیزی که براش مهم هست، یعنی به عنوان رئیس زندان تنها چیزی که براش مهم هست این است که به مقدسات توهین نشه و خیلی ارجاعات مذهبی در طول فیلم هست. بارها در واقع پسیج های از انجیل رو رد بدل میکنن به عنوان دیالوگ و اینا. شما میدونید که همه اون دیالوگ هایی که در واقع یه مقدار مذهبی هستن یه در واقع زیر متن دیگه رو دارن و داره یه تلنگری میزنه که چطور مثلا در قالب و در اسم مذهب و این آدمی که انقدر خودش رو مذهبی تلقی میکنه چقدر در کنه خودش چقدر آدم فاسدی است. و اینم از اونجایی شما نگاه میکنین که در واقع اگه ببینید اون گاف صندوقی که توی اتاقش هست و اون گاف صندوق در واقع مخزن تمام خلافکاری ها و خلاف های این آدمه و روش در واقع دوباره یک جمله مذهبی گذاشته شده، یعنی پوشیده شده، قایم شده اون گاف صندوق پشت یک تابلوی مذهبی و اینم باز مثلا یک سمبل خیلی جالبیه که توی فیلم شما میتونین بهش توجه کنیم و پیگیری کنیم، نمادهای مذهبی رو پیگیری کنیم. این که در واقع اون چکشی که اندی استفاده میکنه برای کندن تونل درون یک انجیل اون رو جاسازی کرده
خیلی این نمادها هست، یعنی میتونین یه باری مفصل فقط راجع به نمادهای مذهبی فیلم صحبت بکنیم. And we getting to be kind of friends, aren't we? Yeah, I guess. Can I ask you something? Why'd you do it? I'm innocent, Red. Just like everybody else here. What are you in for? Murder. Same as you. Innocent? Only guilty man in Shawshank. برداری فیلم خیلی دوست داشتم توجه بکنین، اینم اینی که تضاد بین زندان و خارج از زندان رو چطوری نشون دادن. یعنی شما اگر نگاه بکنین در صحنه‌های زندان ما تماماً فضای سرد و بیروح و دلخسته‌ای رو داریم میبینیم، رنگ‌ها تماماً آبی، خاکستری، هیچ رنگ شادی تو هیچ صحنه‌ای شما نمیبینید در کل فیلم. و اگه مقایسه بکنید زمانی که در واقع به سمت انتهای فیلم میریم، وقتی که اندی از زندان فرار میکنه، میبینید که تماما نورهای در واقع درخشانی میبینیم، رنگهای درخشان رو میبینیم و تو در رابطه با آبی بودن اقیانوس صحبت میکنم و میبینید توی نمای اون در واقع اقیانوس آبی رنگ تمام صحنه رو پر میکنه و این تضادی که بین فضای زندان و فضای بیرون هست به خوبی در فیلم برداری و در رنگ و در نور پردازی هم وارد میشه. یعنی این دلیل این هست که مثلا یک فیلمی انقدر خوبه، این که تمش در هر نما هم به همون تمها فکر کردن. یعنی در وقتی که یک تمی داریم، یک شخصیت داریم، در فیلم، در رنگ، در طراحی صحنه هم به همه این جزئیات فکر شده که بتونن همون در واقع مفهوم کلی رو با استفاده از عناصر سینمایی به بیننده القا بکنن. یکی از چیزهای دیگه هم که توی در واقع فیلم موج میزنه بحث امید هست. بحث امید هست که ما به شدت میبینیم که خب اندی کاراکتریه که نمایانگر این امید به زندگی هست در برابر شخصیت‌های دیگه‌ای که شاید اونقدر امید خودشون رو به زندگی از دست دادن و به قول رد با بازی مورگان فریمن که میگه ما اینستیتوشنالایز شدیم، یعنی توی این دیگه اصلا پذیرفتیم این سازمان و این نهاد و کاملا در واقع مثل یک گربه خانگی که توی این نهاد هست، یه جای دیگه ای نداریم بریم و زندگی از ما کشیده شده بیرون. ولی خب قصه اندی متفاوته و با تلاش پشتکاری که داره نشون میده که من مثلا کماکان میتونم به زندگی امیدوار باشم و نشون میده که امید یک بخش، حالا یک بخش بیرونی داره و یک بخش درونی داره که در ذهن خودش بارها میگه که در ذهن من اینها زنده است. وقتی که یک صحنه هست که برای زندانیان موسیقی پخش میکنه و بعد در ادامه ازش میپرسن که توی سلول انفرادی چی اتفاقی گذشت، میگه من با موزارت بودم و میگه چطوری با موزارت؟ میگه که در ذهن من هست این قضیه و نشون میده که داشتن این امید، یه بخشی از این امید ذهنی هست و اندی نمایانگر این هست که تو میتونی کماکان امید به زندگی رو داشته باشی و یکی از چیزهایی که این امید به زندگی رو نشون میده شاید توی در واقع همون پوستری هست که روی دیوار اتاقش زده که اصلا قصه اصلی فیلم هم که استیون کینگ نوشته، ریتا هیورث و شاوشنک هست. یعنی این قضیه پوستره اصلا در اسم اصلی کتاب بهش اشاره شده. پوستره به نظر من کارکردهای خیلی خیلی متفاوتی داره، یعنی گذشت زمان رو نشون میده، اشاره به سینما داره، در خود فیلم مدام اشاره داره به سینما. ما حتی میبینیم در واقع تا هیورث روی پرده، یعنی این اشاره به این که سینما در زندگی اینها هم جاری است خیلی جالبه. ولی از همه چی مهمتر به نظر من چیزی که پوستر داره نشون میده که اون
نرمال بودن زندگی که از اینها دریغ شده، یعنی نماد اون نرمال بودن زندگی که از این زندانی ها دریغ شده و رفتن به سینما، علاقه داشتن به یک ستاره سینما، یه چیزی که تو رو به یاد زندگی واقعی در بیرون از زندان میاندازه. Pressure and time. That in a big goddamn poster. Like I said, in prison, a man will do most anything to keep his mind occupied. یکی از چیزهای دیگه‌ای که مهمه بحث رفاقت بین زندانی‌ها هست و شروعش با رفاقت بین اندی و رد آغاز میشه که مثلا می‌بینیم از یک جرقه خیلی کوچیکی این رفاقت شکل میگیره روی یک شرط بندی که رد فکر میکنه اندی کسیه که شب اول گریه میکنه و خلاف این ثابت میشه و شروع میکنه رابطه اینها گسترش پیدا کردن. اندی به در واقع گروه اینها میپیونده و میبینیم که چقدر تلاش میکنه برای دوستان خودش و از توانایی‌های خودش استفاده میکنه تا که بتونه مثلا براشون یه چیزای کوچولویی مثل یه آبجوی خنک پیدا بکنه. واقع روابط بین این زندانی ها و دوستی بینشون نشون میده که چقدر مثلا بشر به این ارتباط انسانی نیاز داره و چقدر به این رفاقت نیاز داره و حتی پشت مثلا درهای بسته، پشت در واقع اون زندان سرد و بیروحی که اینها ساختن براشون که میخوان زندگی رو از اینها بکشن بیرون، باز هم میبینیم که به رفاقتشون ادامه میدن و این رفاقت ادامه پیدا میکنه. یکی دیگه از چیزایی که برای من خیلی جالب بود توی در واقع فیلم روایت رد هست. اگر نگاه بکنین که از بعد از تقریبا یه فصل آغازین قصه، وقتی که رد وارد قصه میشه شروع میکنه داستان رو برای ما روایت کردن. Andy came to Shawshank Prison in early 1947 for murdering his wife and the fella she was banging. On the outside, he'd been vice president of a large Portland bank. Good work for a man as young as he was. بهترین گزینه‌هایی که هست برای داشتن نریشن در یک فیلم داستانی این که چقدر میتونه در واقع نقش داشته باشه، هم به عنوان یک در واقع فن و تکنیک سینمایی، هم به عنوان اینکه یه جاهایی اون پیچیدگی های شخصیت ها رو برای ما باز میکنه، یه جاهایی نظر خودش رو میگه، یه جاهایی ممکنه نظر ما حتی مخالف نظر رد باشه. به هر حال ما داریم از زاویه دید رد قضایا رو نگاه میکنیم و ما حتی میتونیم مثلا نگاه بکنیم که آیا ما موافقیم باهاش یا نه، آیا این روایتی که داره از ماجرا به ما میده برای ما جذاب هست یا نه. و خب این روایت هم که با صدای در واقع فوق‌العاده مورگان فریمن اصلا شما رو در واقع میبره توی دنیای دیگه. همینطور که راجع به صدا صحبت کردیم، موسیقی فیلم هم خیلی تاثیر مهمی داره در نزدیک شدن به شخصیت ها، در فهم در واقع احساسیشون. اگر نگاه بکنید یکی از کارهایی که میتونید بکنید ببینید در صحنه‌هایی که موسیقی خیلی غالبه و شخصیت ها دارن کاری رو میکنن یا واکنشی نشون میدن، میتونید در واقع دکمه میوت رو بزنید و ببینید که اون صحنه بدون موسیقی چقدر خالی و بیروحه و چجوری در واقع موسیقی باعث میشه که احساسات شخصیت ها به ما بهتر منتقل بشه. و همینطور هم در نماهایی که در واقع فیلم برداری شده باز هم همینجوری بوده و ما می‌بینیم که مثلا احساسات آدم ها از طریق اون نما به ما منتقل شده. یکی از چیزهایی که خیلی مشهور هست، خب این فیلم براش واقعا نمایی هست که وقتی که اندی از توی تونل فاضلاب در واقع 500 یارد رو میره به اندازه 5 زمین فوتبال رو طی میکنه توی فاضلاب که برای همه غیر قابل اصلا تصوره که چجوری اون همه مسیر رو باید در توی لوله فاضلاب بره و واقعا از درون این فاضلاب میاد بیرون. یعنی
این در واقع استعاره هم هست که تمام این مسیر رو از دل فاضلاب میزنه بیرون و بعد باران زیر بارون قرار میگیره، لباسهاشو در میاره و توی یک نمایی که در واقع از بالا گرفته میشه یه جورایی انگار اصلا معراجگونه دیگه این پایان در واقع کارش میشه در اون نمای بسیار مشهوری که اگه فیلم رو دیدید حتما به خاطر میارید که لباسشو در میاره و زیر بارون دستهاش رو به بالا میبره و بازم میگم اینا همشون هم اشاره دارن به تمهای مذهبی که هست، نقاشی های مذهبی که بوده و از اونا الهام گرفته شده. ولی یه نکته هست که خیلی دوست دارم بهش توجه بکنیم، اونم این هست که در رابطه با شخصیت اندی خیلی صحبت شده، در رابطه با اینکه علاقش به زمین شناسی و اینکه زمین شناسی اصولاً بر پایه فشار در مدت زمان زیاده و این لایه‌های سنگ‌ها اینجوری شکل گرفتن و این هم یه آدمیه که همونجوری خیلی با پشتکار، با مداومت و به چیزایی که میخواسته رسیده، همونجوری که تونل رو کم، همونجوری که کتابخونه رو تونست با فشار زیاد، با درخواست زیاد هر هفتگی براش بودجه پیدا کنه و این که در واقع از تو اون تونل میره بالاخره رستگار میشه به اون چیزی که میخواد میرسه. ولی به نظر من بیشتر از این که رستگاری برای اندی باشه، رستگاری برای رد هست. یعنی اندی برای من نماینگر امیده، کسی که از روز اول خودش میدونه که من بیگناهم. درسته ما از اواسط فیلم مطمئن میشیم، یعنی ما در اوایل فیلم تو این شک و تردید هستیم، ولی خود کاراکتر اندی میدونه که من بیگناهم و تمام تلاشش برای اثبات بیگناهیش هست و جایی هم که دیگه متوجه میشه به سیستم قضایی نمیتونه اعتماد بکنه، تلاش میکنه که حق خودش رو پس بگیره و از زندان فرار میکنه. ولی به نظر من رستگاری واقعی برای رد اتفاق میفته. رد آدمیه که قتل کرده و خودش هم میدونه که این کار رو کرده و اگه نگاه بکنین چندین بار میره برای در واقع این که حالا عفو مشروط بگیره و هر بار همون حرف تکراری خودش رو میزنه. رد هر بار میگه که من عوض شدم، من آدم خوبی هستم، من تهدیدی برای جامعه نیستم و هر بار این درخواستش رد میشه. و طی این سالهایی که با اندی هست، طی این سالهایی که میبینه اون آرزوها و اون امید و اون که اندی چطور برای زندگی تلاش میکنه، این که احساس میکنه زندگی در جریانه، زندگی هم میتونه ادامه پیدا کنه، سرنوشت بروکس که سالها در زندان بود و هیچ چیزی بیرون از زندان براش وجود نداشت رو میبینه. اینکه آدم‌هایی که توی این سیستم و توی این در واقع نهاد چطوری به قول معروف اخته ممکنه بشن، همه اینها رو میبینه و این باعث میشه که کاراکترش تغییر کنه. یعنی در طی سالها رد هست که واقعاً دچار تغییر درونی میشه و زمانی که میره برای در واقع عفو مشروط و اونجاست که رد واقعی رو ما میبینیم و حرفای مثلا تکراری نمیزنه و حرفای از صمیم قلبش میزنه و عفو مشروط رو میگیره. Please sit down. Ellis Boyd Redding, your files say you've served 40 years of a life sentence. You feel you've been rehabilitated? Rehabilitated? Well, now, let me see. You know, I don't have any idea what that means. Well, it means you're ready to rejoin society. I know what you think it means, Sonny. To me, it's just a made-up word. A politician's word, so that young fellas like yourself can wear a suit and a tie and have a job. What do you really want to know? Am I sorry for what I did?
Well, are you? There's not a day goes by I don't feel regret. Not because I'm in here, because you think I should. I look back on the way I was then. A young, stupid kid who committed that terrible crime. I want to talk to him. I want to try to talk some sense to him. Tell him the way things are. But I can't. That kid's long gone, and this old man is all that's left. I gotta live with that. Rehabilitated, it's just a bullshit word. So you go on and stamp your form, Sonny, and stop wasting my time. Because to tell you the truth, I don't give a shit. به نظر من اینجا رده که واقعا توی فیلم رستگار میشه و حتی یه جورایی گناهانش هم شسته میشه وقتی که اعتراف میکنه، وقتی که میگه من هر روز در واقع ناراحتم از این که به حال اون کار رو کردم و آسیب رسوندم به یه شخص دیگه ای. اونجاست که واقعا میپذیره و اونجاست که به نظر من رستگار میشه. این هم یکی از چیزایی که میتونید بهش فکر بکنید. خیلی زود دوباره اینجا میبینمتون. خدا نگهدار.